تعریف بلاکچین چیه؟ بلاکچین رو میتونیم به عنوان یک دفترچه حساب خیلی بزرگ و امن در نظر بگیریم. به جای اینکه تو یک محل خاصی مثل بانک نگهداری بشه، بین همه افرادی که بهش متصلن پخش میشه. فرض کن یک گروه دوستانه داری که هر بار یکی از اعضا پولی به دیگری میده. برای اینکه همه بدونن که چقدر به کی پول داده شده، همه توافق میکنن که هر چی تراکنش رو انجام میشه رو تو این دفترچه بنویسن و همه اعضا یک نسخه از این دفترچه داشته باشن. حالا هر وقت کسی بخواد پولی بده، همه دفترچه‌هاشون رو باز میکنن و تراکنش جدیدی یادداشت میکنن. به این ترتیب همه میدونن این تراکنش ضبط شده و کسی نمیتونه اطلاعات رو دستکاری کنه، چون همه اعضا یک نسخه از دفترچه رو دارن. هر تغییری باید به تایید همه برسه. بلاکچین هم به همین صورت دقیقاً کار میکنه. هر تراکنش یا اطلاع جدید توی یک بلاک ذخیره میشه و این بلاک به هم دیگه زنجیر شده است. در واقع تبدیل بلاکچین میده. هر کسی که به شبکه متصل باشه نسخه از این زنجیره رو داره. بنابراین امکان تقلب یا دستکاری اطلاعات دیگه